سلام به شما عزیزان دل، حالتون چطوره؟ اومدم با فال نمک به صورت ماه به ماه روی 4 نیت متداول که همه توی فالهاشون میخوان. یکی مسیر کاری و مالی، یکی این که اگر کات کردم ببینیم یار بر میگرده یا نه، اگه قصد جابجایی یا مهاجرت دارین چی میشه، ببینیم که یا ازدواجتون، ببینیم که روی این 4 نیت برای هر ماه چه شکلی رو فال نمک نشون میده. خب کافیه که اول یک انرژی خوب برای من بفرستید، یه لایک خوشگل برای من بذارین، کانال خودتون رو به دوستاتون معرفی بکنین تا فال براتون تحقق پیدا کنه انشالله. عزیزان، اسم خودتون و اسم مادر رو توی ذهنتون داشته باشین. فالو با یاد خداوند بزرگ شروع میکنم. عزیزان فروردین ماهی، روی مسیر کاریتون نیت کنین، ببینیم نمک چه چیزی رو نشون میده. امید خدا. وعده 7 رو 2 بار داره تکرار میکنه تا 7 وعده زمان آینده، میتونه 7 روز 7 هفته باشه. روی مسیر کاریتون یک گره‌ای باز میشه. توی مسیر کاری اگر فکر این هستین که یک رتبه‌ای رو به دست بیارین، یا اینکه کاری مثلا مثل امضای سند یا خرید و فروشی داشته باشین، باز هم روی وعده 7 یک تغییر و تحولات خوب براتون به وجود میاد. شخصی هم تو این راه بهتون کمک میکنه که از قبل بهتون وعده‌ای داده، به وعده خودش عمل میکنه و میتونین روش حسابهای باز کنین. اگر پولی از کسی میخواین، این پول یه خورده سخت بهتون داده میشه، یه مقدار باید براش زمان بذارین، پشتکار داشته باشین تا این مسیر براتون باز بشه. بریم برای نیت این که اگر فروردین ماهی کات کردی، ببینیم بازگشت معشوق داری یا نه. به امید خدا. تا 10 روز آینده یک خبر دریافت میکنی. این خبر مسیر این دوستی رو مشخص میکنه که زیاد حس قشنگی بهت نمیده و احتمال داره خبری از یار بشنوی که یه خورده به همت بریسه و یک راه دیگر رو انتخاب بکنی یا شخص دیگه ای رو انتخاب بکنی برای آینده خودت. کلا قبول کردن این شخص برای اینکه بخواین دوباره ارتباط برقرار کنین یا تلاشایی که داری میکنی برای برگردوندنش، من برات فروردین ماهی بیهوده میبینم، چون شاید چند صباحی یک دوره خیلی خیلی سرد رو شروع بکنی اما خودت از ادامه راه پشیمون خواهی شد. اگر قصد مهاجرت یا جابجایی داری فروردین ماهی، تا 3 بعد زمان صبر کن، عجولانه تصمیم نگیر. اگر مسیر دعایی را داری معذرت میخوام، اگر مسیر دعایی رو میخوای انجام بدی نکن، چون خداوند و کائنات گره از کارت باز میکنه. فعلا روی جابجاییت من برات یه مقدار صبر میبینم و شتاب زده عمل کردن باعث پشیمونیت میشه. اگر قصد خریدی هم داری، این خرید تا وعده 2 شکل میگیره. خب بریم برای ازدواج، وعده ازدواج برای فروردین ماهی. ازدواج رو البته اینجا یه چیزی رو من دارم میبینم، اینو زودتر بگم. اگر که یک بار ازدواج کردی جدا شدی، مطمئن باش توی طالع تو دوباره وصلت کردن رو میبینم، دوباره ازدواج خواهی کرد و با مخالفت‌های روبرو میشه، اما مسیر ازدواجت باز میشه. اگر فکر اومدن خواستگار هستی، تا 7 ماه آینده خواستگار در خونتو میزنه که بسیار هم روشن برات افتاد. اگر در فکر این هستی که با یار ازدواج میکنی، به ازدواج کردن با تو داره فکر میکنه، ولی باید تحقیق کردن، اطلاعات جمع کردن در رابطه با این شخص رو بیشتر بکنی و فقط به صرف این که این شخص رو دوست داری
نخواهی که باهاش ازدواج کنی، چون یک چیزهای پنهانی داره، یک چیزهایی داره که باید اونها رو بدونی و با علم بدونستن اون چیزها تصمیم نهاییت رو بگیری. بریم برای عزیزان اردیبهشت ماهی. دوست اردیبهشت ماهی نیت کن. نیت ببینیم مسیر کاری اردیبهشت ماهی. روی وعده 3 برات ببینم یک تغییر به وجود میاد. تغییری که میتونه ترفیع مقام باشه، یک جابجایی قشنگ از یک فضایی به یک فضای بهتر باشه. اگر استارت کاری رو زدی روی 3 بعد زمان میگه زیاد شدن رزق و روزی تو خواهی داشت. اگر مهاجرت کاری هم داری، حالا میخوای جا تو عوض کنی، از شهری به شهر دیگه بری، الان زمان انجام عمل رسیده. هر کاری میخوای انجام بدی انجام بده. برگ‌های سبزی برات افتاد اردیبهشت ماهی، انگار رزق و روزیت برکتی نداره و هر کاری که میکنی چیزی برای پسنداز یا اون فکری که توی سرت هست برای خرید چیزی یا تغییر چیز دیگه، حالا میتونه هر راهی باشه که دوست داری بهش برسی، یکی بهت کمک هایی میکنه. انگار خانواده هم وعده و وعیدهایی بهت دادن، تا حدودی میتونن حمایتت بکنن. بریم برای نیت بعدی. اگر اردیبهشت ماهی قصد جابجایی و ببخشید اگر کات کردی ببینیم که بازگشت مشروط داری. مسیر کاری تو که گفتم. بعد اگر کات کردی من چیزی که اینجا دارم برات میبینم رقیب هست. بازگشت من نمیبینم اینجا. یک نفر دیگه هم اینجا داره نشون میده، حالا 2 نفر توی زندگیت بودن، یک بازگشت از سمت کسی که گذشته توی زندگیت بوده، انگار سرک میکشیده که تو که یک کات میکنی که به سمتت بیاد، خبر ازش دریافت میکنی. آدم بدی نیست. شخصی که رفته خیلی اذیتت کرده، ولی شخصی که از گذشتت بوده و تو رو دوست داشته، انگار تو خیلی دوستش نداشتی و جدی نمیگرفتیش، اونو قبول بکنی خیلی بهتره. رقیب سرسخته و دعا هم زده. خب اگر قصد مهاجرت دارین یا جابجایی کاری دارین، اگر ببخشین قصد ازدواج دارین، ببینیم برای اردیبهشت ماهی. ازدواج رو من تا پایان امسال برات میبینم. اگر که حالا توی یک رابطه‌ای هستی که با کشمکش هایی روبرو شده برای ازدواج، گره ها باز میشه، نگرانیت پوچ میشه و با خانومی که تو این وسط داره نشون میده یک به هم ریختگی داری، یا آدمیه که حسادت به تو داره که تو داری این وصلت رو انجام میدی، در نهایت موافق این ازدواج خواهد شد و مشکلاتت حل و فصل میشه، مشکلاتت حل و فصل خواهد شد. بریم برای عزیزان خرداد ماهی. خرداد ماهی اسم خودت و مادر رو توی ذهنت داشته باش. دوستان اردیبهشت ماهی حس میکنم یکی از نیت ها رو کم گفتم، به بزرگی خودتون ببخشید، نمیدونم همچی حسی دارم. خب خرداد ماهی، مسیر کاری و مالی خرداد ماهی فعلا دست و پات بسته است، اعصابت به هم ریخته و آشفته است. تا 10 روز دیگه منتظر یک خبر هستی، تا 10 روز دیگه اون خبره بهت میرسه. اگر میخوای چیزی داری، میخوای حالا مثل یک ماشین میخوای تغییری روش بدی، بفروشی، ماشین دیگه بگیری، رو بعد 8 این اتفاق میفته. تا 8 ماه آینده راه برات باز میشه. فعلا شرایط مناسب نیست برای اینکه میخوای سرمایه از دست بدی. اگر فکر حالا میخوای یک سرمایه گذاری بکنی، هرچند کوچیک، الان بهترین حالت ممکن است که این کار رو انجام بدی، بعدم افسوسش رو میخوری. بریم برای اگر کات کردی خرداد ماهی، اگر کات کردی ببینیم بازگشت مشروط داری یا نداری. بازگشت هست، تا 2 بعد زمان برات افتاد. بازگشت هست تا 7 بعد زمان، یه مقدار سردی و فاصله هست. یواش یواش رابطتون شکل خواهد گرفت و حتی این رابطه میتونه به ازدواج هم ختم بشه.
اما من برای این ازدواج عاقبت به خیریه 100% رو نمیبینم. پستی و بلندی توی زندگی با این شخص بسیار زیاد داری، چون بسیار خودخواه و مغروره و آدمیه که به هیچ عنوان انتقاد پذیر نیست. مراقب باش روی اینکه واقعا خواسته قلبی رسیدن به ازدواج با این شخص، میگه خیلی احتیاط بکن. اگر قصد مهاجرت داری، مهاجرت و جابجایی داری، ببینیم که مهاجرت و جابجایی برات چک میگیره. بله، مهاجرت و جابجایی ها داری، پرستو برات افتاد و بعده 5 داره بهت نشون میده تا 5 بعده یک تغییر و تحول تقریبا قشنگ رو میتونی داشته باشی. یک ترس و دلخوره داری، احساس میکنی اگر این تغییر رو بدی شاید پشیمون بشی. من پشیمونی برات نمیبینم. مسیر اولت حالا این جابجایی اوایلش یه مقدار سخته، یه مقدار احساس غریبی، غربت یا حالا تنها بودن میکنی، اما با روابط اجتماعی خوبی که داری خرداد ماهی میتونی خیلی قشنگ این احساس رو از بین ببری. برات برکت داره جابجایی یا مهاجرت. اگر ازدواج نکردی ببینیم مسیر ازدواجت چیه. خب ازدواج تو داره تا بعد 1.5 سال آینده داره نشون میده. گره‌هایی هست، میتونه طلسمی دعایی باشه برات خرداد ماهی. حتما یک پاکسازی و ابطال رو برای مسیر ازدواجت یا بختت بزن. یک پاکسازی حتما انجام بده. از طرف یک خانوم برای کل خانواده شما دعایی گرفته شده که روی تو هم سنگینی انداخته. حتما یک پاکسازی برای زندگیت انجام بده. خب بریم برای عزیزان تیر ماهی. دوست تیر ماهی، اسم خودت و مادر رو داشته باش. ببینیم مسیر کاری تیر ماهی به چه شکل میشه. تیر ماهی تا 3 بعد زمان دیگه یه مقدار به هم ریخته میشی، ولی بعد از 3 بعد زمان یا 3 ماه آینده یک راه خیلی قشنگ برای کارت باز میشه. یک حس خوب برات به وجود میاد توی مسیر کاریت. اگر میخوای استارت کاری رو بزنی 3 بعد زمان باید صبر کنی. اگر هم الان به هم ریختگی داری باز هم 3 بعد زمان صبر کن. یک راه خیلی قشنگ برات باز میشه و چیزی که دلت میخواد رو به دست میاری. نمیگم خیلی کامل اما خوبه. پیش خودت میگی خب باز این اتفاق پیش اومد، جای شکرش باقیه. و اگر میخوای معامله انجام بدی، این معامله میتونه برات سود فراوانی داشته باشه. یا زمینی، ملکی، حالا چیزی هست که مدت هاست میخوای بفروشیش، یک تغییر روی قیمت میتونه تو رو به مراد دلت برسونه. خب اگر کات کردی تیر ماهی، اگر کات کردی ببینیم بازگشت مشروب داری. رقیب برات دارم میبینم، یک رقیب سرسخت که خیلی با سیاست داره میره جلو و قشنگ فهمیده که اشکال کار شما دوتا چی بوده و داره اون کارهایی که تو کردی و تکرار نمیکنه، ولی ذاتش اصلا خوب نیست. رقیب پوچ میشه، یار گلهای پشت سرش رو خراب کرده که بخواد به سمتت بیاد، ولی یک پیام از سمتش داری در حد حال و احوال پرسی، اما بدون استارت اینو داره که بخواد رابطه رو با تو برقرار کنه. یک جورایی هم الانم داره چکت میکنه. وعده 3 رو دارم برات میبینم. اگر قصد جابجایی و مهاجرت داری، میخوای جابجایی و مهاجرت داشته باشی تیر ماهی، فعلا دست نگهدار. روی جابجایی و مهاجرتت خطر دارم میبینم، احتیاط بسیار زیاد دارم میبینم، مخصوصا اگر روی جابجایی و مهاجرت یک مسیر پرپیچ و خم غیر قانونی رو داری طی میکنی. 100% بازگشت خواهی داشت و به هم ریختگی داری. آشوبی که الان تو دلت بیمورد نیست. مسیری رو که میخوای بری برای جابجایی قانونی باشه، درست باشه، مطمئن باش که عدالت برات برقرار میشه و گره‌هایی تا 6 بعد زمان، اگر مسیر قانونی رو دارید جلو میرید، گره‌هایی تا 6 بعد زمان دارین و راه برای مهاجرت و جابجایی باز میشه. حالا میتونه جابجایی حتی جابجایی خونه باشه. کلا روی این وعده ها، این مسیرها دقت بکنید.
عزیز تیر ماهی، اگر ازدواج نکردی، ببینیم ازدواجت کیه. با امید خدا امسال و سال موفقیت چه تیکی برات خورد. امسال تا پایان امسال تا ماه اسفند یک اتفاقی برات میفته عالی، فوق‌العاده، در حد معجزه و کلی خوشحالی برای خودت و خانوادت میبینم. حالا چه با یار بخوای ازدواج بکنی، چه فکر این باشی که خواستگاری بیاد، تا امسال تغییر و تحولات خوب زندگی رقم زده میشه. عزیزان مرداد ماهی، نیت بکنید دوست مرداد ماهی، ببینیم که مسیر کاری و مالی مرداد ماهی به چه شکل. اولا الله برات افتاد، مطمئن باش قدمی که داری برمیداری مطمئن باش پرسود برات خواهد بود. تغییر و تحولی میخوای بدی تا 11 وعده دیگه به سود رسیدی، به اون درآمد رسیدی 100%. اگر استارت کار جدیدی رو میخوای بزنی و شریکی داری، با شریکت یه مقدار بحث برات به وجود میاد، رد شدن داره. سعی کن اگر شریک داری میخوای کار رو شروع بکنی، حتما همیشه خودت در رأس کارت باشی. و چیزی که دارم برات میبینم، اگر میخوای خونه بخری، منزل بگیری یا اینکه محل کاری بخری، برات کاج افتاد. این اتفاق میفته روی 8 بعد زمان و فوق‌العاده قشنگ و روشن و چیزی هستش که موندگاره و خزانی نخواهد داشت. پس خوبه، پربرکت خواهد بود. بریم برای عزیزان مرداد ماهی. اگر کات کردیم دیگه حواسم رو جمع میکنم نیتی رو یادم نره. خب مرداد ماهی، اگر کات کردی، برات چیزی که دارم میبینم، تا سمت این شخص نری بازگشتی نخواهد داشت. امکان یک تلاشایی هم کردی به بنبست رسیدی. دوباره اقدام کردن غیر از اینکه شخصیت خودت رو زیر سوال ببری چیز دیگه این نداره. ولی تا یک بعد زمان دیگه وارد یک رابطه ای میشی که تازه میفهمی دوست داشتن، احترام و عشق و علاقه یعنی چی. خب اگر مرداد ماهی قصد جابجایی یا مهاجرت داری، میخوای جابجایی انجام بدی یا مهاجرت، فعلا تا یک بعد زمان برات راهو بسته میبینم. نه اینکه خودت صبر بکنی بعد اقدام بکنی، اصلا بسته است، نمیتونی کاری بکنی. بعد از یک بعد زمان راه برات باز میشه. ماهی برات افتاد به خوشبختی و اینگار یه مقدارم تو این مسیر بی سیاست هستی، ولی سعی کن میگه با سیاست بیشتری عمل بکنی. با هر کسی را در رابطه با این مسئله صحبت نکن، منتظر نباش که هر کسی هر حرفی که میزنه به صلاحت باشه. اصلا اینطور نیست. با آدم های حسود که خیلی داری حرف میزنی امکان داره به بیراه بری. با کسی که اهل عمله حرف بزن، این کار از حرف بزن که حسادتی روی تو نداشته باشه. روی جابجاییت، مهاجرتت برات خیر و برکت میبینم. بریم برای عزیزان مرداد ماهی ببینیم که ازدواجشون چه زمانی رو میده، چی پیش میاد برای ازدواج. خب مرداد ماهی، اگر که با کسی که در کنارت هست، حالا خواستگاریه یا یاری که در کنارت هست، وعده 8 رو داره نشون میده که خبرهای به گوشت میرسه، یک اتفاقهایی میفته که تقریبا میتونم بگم به مراد دلت میرسی، ولی بعد زمان عقدت یه مقدار عقب‌تر میفته تا به خواستت برسی. به هر حال عقد رو داری، نگران نباش. اگر که در حال حاضر تنها هستین و منتظرین که ازدواج بکنین، توی برج 10 دارم براتون میبینم که خواستگار در خونتون رو میزنه که خوبم هست، از لحاظ مالی خوبه. ببینیم برای ازدواجم که گفتیم. خب بریم برای دوستان شهریور ماهی. دوست شهریور ماهی نیت کن. این فال نمک همیشه ریخت و پاش داره دوستان، ببخشید. خب دوستان شهریور ماهی، مسیر کاری و مالیتون ببینیم به چه شکله. تا 23 روز دیگه رو مسیر کاری تغییر و تحولی داری که تا حدودی میتونه
یک پولی به دستت میاد که این مقدار میتونه چاله چوله های زندگیت رو پر بکنه. اگر که درخواست وام کردی، وام تا بعد زمان دیگه، تا 2 ماه دیگه برات شکل خواهد گرفت و به دستت خواهد رسید. اگر پولی دست کسی دادی تا اقدام نکنی، زور نگی، این پول به دستت نمیرسه، باید فاتحه‌اش خونده بشه. پس سعی کن یه مقدار بیشتر جدی‌تر روی مسئله جلو بریم. خب بریم برای عزیزان شهریور ماهی. اگر کات کردین ببینیم شهریور ماهی قراره یار بیاد یا نه. بله 100% یک دور برگردون این شخص به سمتت داره. در اوج ناباوری برات میبینم که این اتفاق میفته. روزی که اصلا فکرش هم نمی کنی این اتفاق خواهد افتاد و سریعا بعد دیدار رو باهات میذاره. خیلی راحت همه چیز رو پذیرا نباش، خط قرمزهاتو این دفعه مشخص بکن، چون خیلی بهت بد کرده. بخواد برگرده باید خیلی تلاش ها برای به دست آوردن دلتو بکنه. میدونم خیلی خوشحال میشی اما خوشحالیتو نشون نده. برای دوستانی که خودشون کات کردن و شیطنت هایی کردن، بازگشت معشوق یا بخشیدن به هیچ عنوان نمیبینم. خب شهریور ماهی اگر قصد جابجایی یا مهاجرت داری، جابجایی میخوای انجام بدی، مهاجرتی میخوای بکنی، خب اگر قصد جابجایی یا مهاجرت داری، الان زمان انجام عمل رسیده. استارتشو بزن، قدم هاتو بردار. مشورت کردن رو برات بسیار خوب میبینم، اما نه با هر کسی. چشم و نظر روی این مسیر بسیار زیاده. کارهایی که میری یا مراحلی رو که برای این جابجایی میخوای انجام بدی با هر کسی نگو، حرف نزن، چون گره تو کارت میافته. و چیزی که دارم میبینم از یک آقای مقامدار و با تجربه یک پیام تلفنی یا خبر تلفنی بسیار خوب داری. ولی این جابجایی حالا یا مهاجرت یه مقدار سنگ‌هایی توش هست. حالا میتونه این سنگ‌ها دلتنگی باشه، حالا مهاجرت کلی باشه یا شهری به شهری یا از کشوری به کشور دیگه. کلا یه مقدار گره ها هست، میتونه یه سری هم گره های کاری و مالی باشه، مالی باشه. ولی برات خیر خواهد بود. برای روی مهاجرت شهریور ماهی ستاره و ماه زیاد داشتیم. خب برای شهریور ماهی اگر ازدواج نکردید ببینیم مسیر ازدواجت چطوریه. شهریور ماهی اگر جدا شدی یا مسیر جدایی رو داری طی میکنی و کسی توی زندگیته که حالا وعده‌هایی بهت داده که با هم دیگه ازدواج میکنیم یا نه، خیلی گره هست. خیلی باید تحمل بکنی تا مسیر ازدواج رو با این شخص باز بکنی، ولی در نهایت این کار میشه. اگر تنها هستی و وسواس فکری هم روی این راه پیدا کردی که شخصی میاد کنارم و با من ازدواج میکنه که پکیج کامل باید داشته باشه، شهریور ماهی اصلا همچین چیزی رو برات نمیبینم. از خواستت باید بزنی، یه مقدار از خواسته هات باید بزنی. اگر این کارو کرده بودی الان باید یه بچه هم بغلت بود. ولی میگه رو وسواسی که داری باعث میشه که هر کسی که میاد و یه عیبی روش میذاری. پس حواستو جمع کنی، یه مقدار از خواسته هات بزن، چون آدم‌های خوبی رو داری رد میکنی. من برات میبینم که در ماه اسفند حالا یا نامزد کردی یا عقد و نکاح. عزیزانی هم که جدا شدین کلاً براتون تا 1 سال آینده افتاد که دوباره وارد رابطه میشید که به ازدواج هم میرسه. خب بریم برای دوستان مهرماهی. مهرماهی عزیز، مسیر کاری و مالیت. رو مسیر کاری و مالیت برات مال افتاد، رسیدن به مالو میبینم رو مسیر کاری و مالی. حالا اگر در رابطه با ارث، رسیدن به ارث یا حالا هر چیزی که هست، میگه طلسمی روش هست. ابطال و پاکسازی رو مسیر کاری و مالیت بزن، مخصوصا اگر در رابطه با مسائل ارثی و اینجور چیزا با خانواده درگیری داری. حتما یک پاکسازی برای این مسیر انجام بده.
برات ماهی افتاد، یک بستن یک قرارداد سند رو برات میبینم، یک امضای فوق‌العاده برات شکل میگیره. تا 11 روز آینده یک پیشنهاد داری که بد نیست، ولی انگار دودلی روش. تا موقعی که حس خوب نداشتی کار انجام نده، چون کلا آدمی هستی که روی کاری دودل باشی، با جون و دل اون کار رو انجام نمیدی. پس باید حتما حست عالی باشه. دوستانی که کات کردید و مهر ماهی هستین، ببینیم که حال نمک چی رو بهتون نشون میده. خب تا برنگردی، البته معلومه که کارهایی کردی، ولی باز هم انگار باید یک تلاش هایی بکنی. کسی یاری که الان بهت هیچ داره جواب نمیده، بهت بگم یه نفر در کنارش هست. پس یک رقیب کمرنگ و این شخص اصلا حسی هم نداره، یارت هیچ حسی هم اون شخص نداره، فقط انگار نخواسته تنها بمونه یا دوری تو رو تحمل کنه. به هر حال در کنارش هست، همچین هم بیکار ننشسته. اینو بهت بگم، تویی که زانوی غم بغل کردی و رابطتون درست میشه. روی 4 بعد زمان رابطتون درست میشه با تلاش خودت. اما بهت بگم این رابطه رو درست نکنی خیلی بهتره. کسی که یهو رهات کرده و رفته ارزش اینو نداره که منتظرش باشی و زانوی غم بغل بگیری و دوست داشته باشی که رابطت ادامه پیدا کنه، چون باز هم رو بعد زمان بسیار کوتاه کات میکنه. اگر قصد جابجایی و مهاجرت داری مهر ماهی، امید خدا، اگر قصد جابجایی و مهاجرت داری، فعلا تا 7 بعد زمان برات گره میبینم یا صبر کردن. میتونه 7 هفته باشه یا 7 ماه. فعلا راه برات باز نمیشه. برای رسیدن به این نیتت باید صبور باشی و برای این مهاجرت قدم هایی مونده که هنوز بر نداشتی و راهی رو که باید بری و داری روش تنبلی میکنی. معجزه روش شکل نمیگیره. تلاش کن، سختم هست تا این مهاجرت اینجا به جایی برسی. پس بدون تلاشت به هیچ جایی نمیرسی. قدم های خوب بردار، محکم و برو جلو. یک نفرم تو این راه بهت کمک میکنه. اگر ازدواج نکردی مهر ماهی، ببینیم ازدواجت کیه. اگر یک بار ازدواج کردی و جدا شدی و دلت میخواد که ازدواج بکنی، یک تغییر مسیر روی رفتار تو که دارت باید بدی تا شخص انگار اومده براتم ولی خواسته های تو یا ملاکت از ازدواج با یک شخص رو نداشته، اما آدم خوبی بوده، اشتباه کردی که قبولش نکردی و اینجا هم دارم برات میبینم که یک آقای قد بلند و هیکلی به عنوان خواستگار تا 3 بعد زمان به سمتت میاد. اگر عاقل باشی انشالله و زیاد فکر یک سری از چیزها، مثلا چهرش، حالا مال آنچنانی و این چیزها رو در فکرش نباشی، میتونی ازدواج کنی. اگر نه کلا مسیر ازدواجت بسته خواهد شد. پس حواستو جمع کن. دوستانی هم که در رابطه هستن، حالا با خواستگارشون با یارشون در ارتباط هستن، یک گره های کوچولو حسرت شدن. بریم برای عزیزان آبان ماهی. دوستان آبان ماهی نیت کنین ببینیم مسیر کاری آبان ماهی به چه شکل میشه. آبان ماهی دو آب و طلسمی روی زندگیت هست. حتما یک ابطال و پاکسازی رو مسیر کاری و مالیت بزن. اگر درخواست وام داری، برات امضا دارم میبینم، امضای سند. اگر کار دادگاهی داری، کار به مرحله دوم مثل تجدید نظر میفته و رقیب و سرسخت دارم میبینم رو مسیر دادگاهی. عدالت برات افتاد. اگر در کارت، حالا دادگاهت، حالا هر گرهی که این مدلی داری در حق ناعدالتی شده، دقیقه 90 یک راهی برات باز میشه که خودت هم تعجب خواهی کرد. اگر قصد خرید خونه، خرید ماشین، حتی موبایل رو داره نشون میده،
تا 3 بعد زمان راه برات باز میشه، که 3 سال نیست دیگه. بعد 3 سال آدم میخواد چیکار؟ باید 3 روز باشه، 3 ساعت، 3 روز باشه، نهایتا 3 ماه باشه که آدم کیف کنه. خب اگه کات کردی آبان ماهی، آبان ماهی، ببینیم اگه کات کردی داره بهت فکر میکنه، چکت میکنه، یک جورایی حواسش هست، منتظری که بیاد، برمیگرده دوباره. برای یارت هم یک خانومی اینجا داره خودشو نشون میده که یارو بسته یا طلسمی براش زده برای بازگشت. حتما آبان ماهی یک پاکسازی و ابطال و 7 حصار انجام بده تا دوباره انشالله به امید خدا رابطت شکل بگیره. اگه قصد جابجایی و مهاجرت داری آبان ماهی، مهاجرت و جابجایی برای آبان ماهی خیر خواهد بود، اتفاق خواهد افتاد و تصمیمی که گرفتی میگه یک تصمیم درسته، رهبریش کن و برو جلو، زدی به هدف و چیزی که دلت میخواد اتفاق میفته و مهاجرت برات بهترین حالت ممکن است که از سمت خداوند برات این حس، این راه باز میشه، این حس توی ذهنت به وجود اومده. حتما این کارو بکن، خیر توش هست. آبان ماهی اگه ازدواج نکردی، ببینیم چه ازدواجی، چه زمانی. اگر جدا شدی آبان ماهی و میخوای رجوع داشته باشی، میگه به هیچ عنوان به گذشته خودت برنگرد، چون دوباره بازگشت خواهی داشت با شرایط خیلی سخت و بد. اگر که جدا شدی، دوباره ازدواج خواهی کرد با کسی که همین الان توی رابطه ای، مسیر سخت، مخالفت‌های خانوادگی از سمت خانواده یار هست، اما به هم میرسید. اگر توی رابطه هستید، حالا بهتون پیشنهاد ازدواج داده شده، اتفاقی میفته که مسیر ازدواجتون باز میشه. چقدر قشنگ براتون افتاده. اگر الانم توی رابطه هستید، یار خیلی دوست داره که از سمت شما یک چیزهایی بفهمه که آیا واقعا میخواد منو یا نه. بهش نشون بده که میخوای، که بتونین در رابطه با آیندهتون بیشتر صحبت کنین به جای اینکه لجبازی کنین و قهر و دعوا بینتون باشه. خب بریم برای عزیزان آذر ماهی. دوستان آذر ماهی نیت بکنین. نیت برای مسیر کاری و مالی آذر ماهی تا 4 ماه آینده. یک پول درشت، یک پول عالی به دستت میرسه که خودت هم باورت نمیشه. یک اتفاق میفته که باعث خوشحالیت میشه، ولی نباید به کسی بگی، چون چنان چشم و نظری روی زندگیت میفته که خودت هم باورت نمیشه. کلن آذر ماهی زندگیت تو چشم و نظره. روی مسیر زندگی آذر ماهی معجزه دارم میبینم. ماهی برات افتاده در ماه اسفند. این 2 ماهی رو ببینید. در ماه اسفند به چیزی که دلت میخواد دیگه رسیدی. زندگیت روی روال افتاده، مسیر کاریت. اگه کات کردی آذر ماهی، اگه کات کردی به هیچ عنوان به بازگشت مشوق فکر نکن. رقیب هست، رقیبی که واقعا بده، ولی با رقیبم کات میکنه، اما این شخص شیطنت هایی داره، پنهانکاری داره و اگر به سمتش بری و بخوای باهاش رابطه داشته باشی حروم میشی. بهت دارم میگم کلا سمتش نرو. من چیزی که دارم میبینم، اگر که حالا برای عزیزانی که یک راهی رو رفتن، به بنبست رسیدن، دوباره رفتن به سمت یار، غیر از اینکه شخصیتتون زیر سوال بره چیزی دیگه نداره. رهاش بکنین، دنبال یک مسیر جدید باشید، یک پیشنهاد جدید باشید، اما این دفعه پیشنهاد هر کسی رو میگه، چه در رابطه با ظاهرت اومده جلو و میخواد باهات ارتباط برقرار کنه، یا از لحاظ موقعیتت، هر چیزی که هست میگه قبولش نکن، فقط
باید بفهمی که چطور شخصیتی داره و حتما متوجه شو که خانوادش کیان. خب بریم برای عزیزان آذر ماهی. اگر قصد مهاجرت دارین، قصد مهاجرت و جابجایی، مهاجرت و جابجایی برات مثل معجزه میمونه. این کارو بکنی عاقبت به خیری رو خواهی داشت. پیروزی پشت پیروزی برات شکل میگیره. از این بنبست هایی که توی زندگیت هست رها میشی. اگر جابجایی کاری، محل شغلتو داری، حتما یک سبد زمانی رو تحقیق کن و باید خیلی با علم و آگاهی بسیار بسیار زیاد این جابجایی انجام بشه. نه اینکه خسته شدم میخوام اینو ول کنم برم یه جای دیگه. نه، اینجوری به بنبست میرسی. باید تحقیق لازم رو داشته باشی. آذر ماهی اگر که ازدواج نکردی، ببینیم ازدواجت روی وعده 2 افتاد، یعنی تا 2 سال آینده دیگه میگه خونه بختی. اگر که مسیر جدایی رو دارید طی میکنید با کسی که بهتون وعده و وعیدهایی داده که باهات ازدواج میکنم، با اون شخص ازدواج ندارید. گره‌هایی براتون میفته، مشکلاتی براتون به وجود میاد که خودتونم الان تا حدودی میدونید. همون گره‌ها باعث میشه شما دوتا از همدیگه دور میشید. عزیزانی که همراه و همدل هستن تو مسیر ازدواج قرار گرفتن، راهتون به بنبست نمیرسه. روی 11 روز آینده یا 11 هفته آینده این دو عزیز برنامه‌های ازدواج و برنامه عروسیشون مشخص میشه. بریم برای عزیزان دی ماهی. دوستان دی ماهی اگر نیت کاری و مالی دارید، برای دی ماهی روی نیت کاری و مالیت میگه انگار میخوای یک دعایی بگیری، دعا میخونی یا دعایی داری میگیری، دعات به هر حال مستجاب میشه. خانومی یک سره داره روی مسیر کاریت برات دعا میکنه، مثل مادر، خواهر، یار یا همسر. من چیزی که دارم میبینم راه برات باز میشه تا آخر شهریور هم یک تغییر خوب برات به وجود میاد. یه مقدار زیاد شدن رزق و روزی تو دارم میبینم. شهریور ماهی هرچند کم سرمایه گذاری برای تو میگه بهترین شکل ممکنه رو خواهد داشت. عزیزانی که دی ماهی هستی تو کات کردی، ببینیم بازگشت هست یا نه. دوست دی ماهی بله ازش یک خبر میگیری. الان خیلی به هم ریخته و آشفته ای، دوست داری بیاد بعد خودت بذاریش کنار. میخوای یک تلافی در بیاری، اما این کارم نمی کنی. وقتی میاد انقدر دلت تنگه که میری جلو. رابطتون قشنگ میشه، نگران نباش. وعده 3 رو دارم برات میبینم. میتونه 3 روز 3 هفته حتی 3 ساعت دیگه، نمیدونم، ولی خیلی بعده نزدیکا داره نشون میده دی ماهی. و عزیزانی که رقیب توی رابطه بودن، دست طرف براشون رو شده و مطمئن دیگه از این مسئله مطمئنن یار به سمتتون میاد، به هیچ عنوان قبولش نکنید. چون یکی که هیچی، 2 نفر در 2 نفر به غیر از شما با 2 نفر دیگه ماشاءالله در رابطه است. خب اگر قصد جابجایی و مهاجرت داری دی ماهی، قصد جابجایی و مهاجرت، چرا انقدر دور خودت داری میچرخی؟ یک راه مستقیم رو انتخاب کن. چرا انقدر از این شاخه به اون شاخه میپری و همش هی داری سوال میکنی بکنم این کارو نکنم، اگه بکنم چی میشه؟ ترس ها تو داره نشون میده. این کارو نکن. یک راه مستقیم رو که خودت میدونی انتخاب کن. خیلی قشنگ برات این جابجایی و مهاجرت راه باز شده و به اون چیزی که دلت میخواد میرسی. پس از این بلا تکلیفی در بیا و راه تو برو. تصمیمی که گرفتی درسته. دی ماهی اگر ازدواج نکردی، دی ماهی مهربون و خوشقلب، دی ماهی اگر ازدواج نکردی، امسال سال ازدواج برات میبینم. دی ماهی اگر کسی همسر داره و میخواد بهت گفته که جدا میشم و با تو ازدواج میکنم، 100% داره بهت دروغ میگه. رهاش کن بره.
این از این. و اینجا دارم براتون کاج میبینم دوستانی که قصد ازدواج دارن، حالا منتظر خواستگارن، تا بعد 2 ماه آینده در خونتون اون خواستگاری که دوست دارین میزنه. و عزیزانی که منتظر شنیدن آیا با من ازدواج میکنی از دهن یارم میشنوم. خب بریم برای عزیزان بهمن ماهی. دوست بهمن ماهی، نیت کاری و مالی، مسیر کاری و مالی. خب حالا مسیری رو که حالا روی کارت میخوای یه تغییراتی انجام بده، روش برای پیروزی افتاده. اگر میخوای شریکی توی کارت داشته باشی، شریکت هم بگیر، نگران نباش. اگر کار هنری رو میخوای انجام بدی، برات خیر افتاده، یا شدن رزق و روزی تا خواهی داشت. تا 10 روز آینده خبر خوش روی مسیر کاری بهمن ماهی میبینیم. بهمن ماهی اگه کات کردی ببینیم که بهمن ماهی براشی افتاد. بهمن ماهی کاتی که کردین، رابطه ای که خراب شده، میگه اگر 4 وعده از این کات گذشته دیگه این شخص بر نمیگرده و بهتره که حال و هوا تو عوض کنی و بلند شی و پیشنهادی که بهت داده میشه رو اگر احساس کردی که یک پیشنهاد خوبه، عاقلانه است، قبول کنی. نه اینکه به خاطر اینکه کات کردی حالا بخوای با یکی دوست شی که مثلا اونو فراموش کنی. این کار کاملا اشتباهه. هم به خودتون آسیب میزنین، هم با یک کسی که باهاش تو رابطه شد. برات میبینم که وارد رابطه میشی که تازه میفهمی عشق و احترام یعنی چی. اگر قصد جابجایی و مهاجرت داری، بهمن ماهی اگر قصد جابجایی و مهاجرت داری، برات معجزه افتاد، الله افتاد و ماهی زیاد داری، به سمت خوشبختی میری، تغییر تحولات خوب رو داری. و حالا میتونه مهاجرت یک جابجایی خونه باشه، شاید خیلی سختت باشه یا یه خورده به هم ریخته باشی، ولی شاید برات جور میشه. جابجایی یک انرژی فوق‌العاده بهت میده و بعد 4 رو هم برات دارم میبینم روی جابجایی. خب عزیز بهمن ماهی، اگه ازدواج نکردی ببینیم که ازدواجت رو فال نمک چی نشون میده. خیلی دوست داری که با یار ازدواج داشته باشی. ببین گراه‌هایی داره. حالا میتونه این باشه که مثلا خودت جدا شدی، فرزندی در کنارت هست، یا جدا نشدی هنوز مسیر طلاق داری میری و کسی بهت وعده و وعیدهایی داده، یا حالا گراه‌های مالی داری روی مسیر، حالا میتونه مهریه باشه یا هر چیزی. میگه سعی کن فعلا دنبال عشق و عاشقی نباشی. فعلا زمانه اینه که عاقلانه تصمیم بگیری. چند بار میخوای از یک سوراخ گزیده بشی؟ یه خورده برات دارم احتیاط میبینم بهمن ماهی. و عزیزانی که کات کردین یه کات کامل کردین و یه خب بی دلیل رفته، بی دلیل نبوده، از دید شما بی دلیل بوده، رقیب بوده که رفته. یک سری هم که از رابطهشون خانواده یار خبر داره، باهاشون یک مخالفت‌هایی با شما یه مخالفت‌هایی کرده که این مخالفت‌ها رد شدن داره، نگران نباشه. خب اگر خب بریم برای اسفند ماهی. چی دیگه اینا که گفتیم. بریم برای دوستان اسفند ماهی. دوست اسفند ماهی، رو مسیر کاری و مالیت تا 2 ماه آینده تغییر مثبت رو دارم برات میبینم. تا 10 روز آینده یک خبر خوب پیام دریافت میکنی که فوق‌العاده خوشحال میشی. اگر که پولی کسی میخوای بگیری، حالا وامی هر چیزی، اون پول بهت داده میشه. یه ذره فقط پارتی بازی کنی بهتره. اگر میتونی، رزق و روزیت کم شده، زیاد شدن رزق و روزیت رو خواهی داشت و بعد 6 رو هم داره بهتون نشون میده
اگر کار جدیدی رو میخواین شروع بکنین تا 6 بعد زمان دیگه به درآمد میرسه. خب دوست اسفند ماهی، اگه کات کردی، بازگشت مشوق نداری. مشوقی نیست که بخواد بازگشتی داشته باشه. کسی که انقدر اذیت و آزار داشته همون بر نگرده بهتره. فقط چون دوستش داری دلت میخواد برگرده. من بازگشت رو نمیبینم برات. رقیب هم هست. بهتره یک مسیر دیگه یا طی کنی. اگر برای یک سری از دوستانی که حرف میم و عین توی اسم یارشون هست بازگشت داره، معشوق برمیگرده به سمتتون. وعده 3 رو داره نشون میده. اگر که اسفند ماهی قصد جابجایی و مهاجرت داری، اگر قصد جابجایی و مهاجرت داری، انگار چندین بار یک بنبست هایی برات به وجود اومده و سرت به سنگ خورده و اعصابتو به هم ریخته کرده. یه ناامیدی برات به وجود اومده رو جابجایی و یا حالا دست و بال تنگ برای این جابجایی. فعلا زمان این نیست که خودتو با آب و آتیش بزنی که این جابجایی رو شکل بدی. مگر اینکه خیلی خیلی مجبور باشی این کار رو بکن، خودتو با آب و آتیش بزن. اما اگه مجبور نیستی این جابجایی رو انجام نده. بهتره که همون جایی که هستی بمونی. ولی اینجا داره مهاجرت کلی، حالا از کشوری به کشور دیگر رو داره نشون میده. اگر میخوای این کار رو انجام بدی 2 الی 3 بعد زمان طولانی گره هایی هست که باید صبر ایوب داشته باشی. خب دوست اسفند ماهی که ازدواج نکردی، به امسال سال ازدواجت اسفند ماهی. اگر تنها هستی و دوست داری که ازدواج کنی، برات مسیر ازدواج رو دارم میبینم. عزیزانی که توی یک رابطه هستن، رابطتون اگر میخوایم بدونیم به ازدواج میرسه یا نه، خیلی سخت، خیلی مخالفت ها هست. شما هم باید فوق العاده صبوری کنید. با جنگ و جدال به جایی نمیرسه. این مسیر خورده که نه خیلی زیاد توش گره هست. و عزیزانی که جدا شدید، براتون اینجا دارم میبینم که مسیر ازدواج مخصوصا اگر سنتون 32 تا 44 ساله 100% ازدواج رو خواهید داشت. ازدواجی که بسیار موفق و جدایی توش نخواهد داشت. خب عزیزان، خیلی فالمون طول کشید. لطفاً با لایک و کامنت های خوشگل و سابسکرایب انرژی از صفرک ما رو به همون برگردونید و دوستتون دارم. انشالله که همیشه براتون خداوند خیر و برکت بخواد. همینم هست. خدا نگهدار.